غلام حسین زاکری هستم. در سال 1341 در محله به نام چهارراه لشکر مشهد به دنیا آمدم و ادامه زندگی من تا سالها، یعنی در حدود 40 سال همونجا ساکن بودیم، خانه پدری. زندگی هر کسی به گونه‌ای تأثیر گرفته از اطرافیانشه و کم پیدا میشه اشخاصی که در واقع زندگیشون با ذهنیات خودشون شخصا شکل بگیره، چون از جهانی آمدی که هیچ اطلاعی از قبل نداری، در واقع یعنی در خاطراتت هیچ چیزی نیست، یک ذهن کاملا شفاف و صاف داری و حالا آمدی به این جهان با تمام پستی ها و بلندی هاش مواجه شدی و خب اولش که یک خانواده در کنارت هست و او نگرانی های که بعدها برای تو به وجود میاد او اول نیست، در واقع ای که شب سرپناهی داشته باشی، کسی باشه ازت حمایت کنه و لباس بهت بده، غذا بهت بده و همه چیزایی که یک شخص برای ادامه زندگی نیاز داره. لذا از یه جایی به بعد آرام آرام ذهن شخص، هر شخصی او شکل مخصوص به خودش میگیره، هرچند که تأثیر پذیره از دنیای اطرافش. پدر، مادر، در واقع یک آموزش های پنهانی با رفتارشان روی شخص هست. زندگی شخص خود من در واقع به نوعی از بازی های کودکانه شکل گرفت و اونقدر جدی شد که بعدها تأثیر به سزایی گذاشت. مثلا اینکه میگم بازی ها، از لحظه‌ای که بازی هایی که یادم میاد، یه ماشین کوچیک اسباب بازی داشتم که در حاشیه قالی توی اتاق راه می‌بردم و اون حاشیه قالی رو جاده تصور می‌کردم و خودم در یک فضایی حس می‌کردم که راننده یک کامیون هستم و به نقاط دوردست سفر می‌کنم. این بعدها به شکل پیشرفته تر شد. توی حیات قدیمی که داشتیم یه تخت خوابی بود و که شبا روش تابستون می‌خوابیدیم، رخت خوابا رو صبح جمع می‌کردن روش، من به گونه‌ای می‌بستم که حالت یک کامیون به خودش می‌گیره و جلوی این تخت خواب من صندلی می‌ذاشتم و با یک لاستیک دایره‌ای شکل و یک قطعه چوب و آجر او شرایط محیط توی کامیون درست میکردم و میشستم و شروع میکردم به حرکت و در ذهن خودم در یک دنیای بسیار وسیع و خارج از محیط حیات سیر میکردم تا زمانی که خسته شدم. و از اینجا ضمن حالا ای که مثلا بازی محسوب میشد و هر کس نگاه میکرد خب داره بازی میکنه و بچه آرام و بی‌آزاری هم هست و کاری هم بهش ندارن دیگه عموما، ولی تو ذهن من داشت یک دنیای شکل میگرفت که پایش از اونجا داشت طراحی شده بود و نکات جالب این قضیه اینجا بود که من بدون هیچ دانشی بر به حساب فضای داخل کامیون اون فضا رو طور طراحی و چیدمان میکردم که انگار اصلا من قبلا اونجا بودم. این که مثلا فرض کن اون زمان یک کامیون به نام برند ماک بود که 2 تا لیور داشت، لیور دنده، بقیه کامیون‌ها یک دونه داشتن ولی ماک استثناً 2 تا داشت که حالا بعدها که بیشتر آشنا شدم در فضای کاری، خب یک لیورش مربوط به کمک گیربکس بود و یک لیورش مربوط به دنده اصلی بود و اصطلاحاً میگفتن 20 دنده. و این از اونجا شکل گرفته بود، یعنی در یک فضای کاملا ذهنی و نمیدونم از کجا این اتفاق رقم خورده بود. در این حال زندگی ما مثل بقیه با رفتن به مدرسه و ادامه تحصیل و در واقع مخالفت هایی با پدر مادر و پا گذاشتن روی آمال و آرزوهای یه جورای پدر مادر و اینا همینجوری داشت هی شکل واقعیشی به خودش میگرفت تا زمانی که دیگه در واقع یه اتفاق میتونستیم به شکل واقعی رقم بزنیم. تا سال
در واقع 1356 اون موقع تقریبا هول و هوش شاید 15-16 یه هول و هوشا اون سنم شده بود. حالا توی فاصله به ورزش‌های گوناگونم در واقع پرداختیم، مثل ژیمناستیک و مثل والیبال و مثل هر بچه دیگه که توی محیط مدرسه انجام بده، ولی همش هم در واقع زودگذر بود و یک چیز عادی هم بود. حالا ما اینجا در واقع نمیخوایم به خاطرات زمان بچگی، دوره طفولیتمان یا بازی‌های کودکانه یا شیطنت‌های کودکانه اینا بپردازیم، یا دل سپردن در یک سنینی که او در واقع سن هر بچه‌ای به او شرایط میرسه و علایق خاصی باز پیدا کنه. اونا فعلا جایگاهی نداره و ما بیشتر میخوایم اتفاقات برجسته تر بهش اشاره کنیم. سال 1356 یا 7 به جایی رسیدم که دیگه تصمیمم قطعی شد من میخوام چیکاره بشم و هدفم از این انتخاب این شغل چیه. اون چیزی که برای ما خیلی شکل جدی به خودش گرفته بود جهانگردی بود. دوست داشتم به هر شکلی که شده در واقع یک دنیای خارج از ایران و دنیای وسیع کشورهای اروپایی و جاهای دیگر از نزدیک ببینم، لمس کنم و پیروی این قضیه علاقمند شده بودم به کامیون و یک جورایی احساس میکردم در واقع این راهیه برای رسیدن به او هدف جهانگردی من. چرا که موقعیت مالی و سطح اجتماعی زندگی پدر مادر ما طوری نبود که ما رو بخوان مثلا یه هزینه در اختیار ما قرار بدن و ما بریم جهان بگردیم و حالا لذت چه ببریم یا هر چیزی که تو سرمان هست این شکلی رقم میخوره. و کامیون یه جورایی تنها راه محسوب میشد اون موقع با او ذهنیات و با او تفکرم و تصمیم گرفتیم راننده بشیم. و حالا نگاه منم یک طوری بود که احساس میکردم که لازمه راننده شدن یکی شاگردی کنی، بری کنار دست یک راننده کامیون بشینی و از نزدیک لمس کنی، مشکلاتش ببینی، مسائل فنیش درک کنی و کاملا با یک تسلط کافی بری بپردازی به کار. و با این عقیده در یک آن این اتفاق افتاد. طوری که یادم میاد اون موقع پدر من هر مثلا 2 هفته یک بار ما رو می‌برد به روستایی که زادگاه خود پدر من بود نزدیک اوکان. و در برگشت او زمان وسیله حساب مسافربری و حمل و نقل کمتر بود، محدودتر بود، لذا هر کامیونی هم که رد میشد مسافری که کنار جاده بود بعضیا سوار میکردن. و یکی از این روزا یک کامیون 10 تونی که تانکر حمل سوخت بود جلوی ما نگه داشت و ما رو سوار کرد که از اون حاشیه جاده که منتهی به روستا بود بیاره به مشهد. وقتی سوار شدیم ما شروع به صحبت کردیم با ایشون و از علایقمون صحبت کردیم و از تصمیممون. ایشون هم خیلی جالب بود که گفت خب اگر واقعا تصمیم جدیه بیا از همین الان ما با هم کار شروع کنیم. و یه اتفاق افتاد و موقعی که رسیدیم به مشهد پدر مادر من از کامیون پیاده شدن و ما باش رفت به همین سادگی. و ایشون خب ساکن مشهد بود، آقای یوسفی نامی بود. خب فکر کنم الان دیگه ایشون فوت کرده باشه چون اون موقع حدود 50-60 سالش بود. موقعی که ما 16-17 سال من بود ایشون 50-60 سالش بود. و شروع کردم به کار. چند ماه ما با هم ایشون توی خصوص استان خراسان که ایشون سوخت می‌برد به شهرستان‌های استان خراسان همراه ایشون بودیم تا زمانی که دیگه یه جورایی حالا اون تنوع کاری اسمش بذاری یا مثلا آشنا شدن با محیط کار، با اشخاص دیگه، با کامیون‌های دیگه باعث شد که ما احساس کنیم که مثلا جای دنبال فضای بازتر و بهتری میگشتیم که به جاهای بیشتری سفر کنیم. و کامیون عوض کردیم با یک شخص دیگه و شخص دیگه و اشخاص دیگه. این کار ما مدت تقریبا حدود 4 سال به طول انجامید و با کامیون‌های مختلف به شهرستان‌های ایران سفر کردیم و کار کردیم و با اصول کار آشنا شدیم، با مسائل فنی آشنا شدیم، به رانندگی آشنا شدیم
و آرام آرام سنمون رسید به 18-19 سال که گواهینامه پای 2 او زمان گرفتیم و پدرمان از جایی که دیگه چاره‌ای برای برگردوندن ما نتونست پیدا کنه، یک ملکی داشت که بنده خدا فروخت برای ما، یک ماشین خرید، یک سواری. گفت همین از دست ما ساخته، خدا بیامرزه. بعد از او ما با فروش او ماشین و با تغییراتی که در مسیر زندگیمان اتفاق افتاد، شراکتمان با کامیون آغاز شد. به اون زمان مثلا 1 دنگ 2 دنگ به بین 2 نفر شریک می شدن. مثلا ماشینی که 6 دنگ بود، نفر 1 دنگ 2 دنگ، یا مثلا 2 نفر 3 دنگ، اینجوری مرسوم بود که الان هم شاید باشه. و این اتفاق رقم خورد، ما شریک شدیم با یک کامیونی و باز این اتفاق ادامه پیدا کرد و رسیدیم به نقطه‌ای که خب حالا سن ما شده 21 سال و طبق قوانینی که او زمان رایج بود باید 3 سال تمام از پایه 2 میگذشت و سنت هم 23 سال کامل بود. و این علاقه ما اونقدر شدید بود و تعجیل داشتیم در زود به ثمر رسیدن این قضیه که رفتیم شناسنامه ما 2 سال تغییر دادیم سنمون، به 1339 تغییر دادیم و اون موقع قادر شدیم که برای پای 1 ثبت نام کنیم و طی 6 ماه ما گواهینامه پای 1 ما گرفتیم. از لحظه‌ای که اتفاق افتاد خب خودمان شدیم راننده و این شراکت هامان ادامه پیدا کرد. حالا باز بخش به حساب او تنش‌های شراکت و او به حساب آسیب دیدن هایی که از طریق شرکا به ما رسید، حالا باز ما اونا رو فاکتور میگیریم چون اونا جایگاهی برای تعریف نداره، در واقع اونا جنبه مسائل مادی میاره. و در ادامه ما در واقع اتفاقی که افتاد پیرو علاقم که به جهانگردی بود، در کوتاه‌ترین مدت تونستیم که کامیونی مناسب برای مسیرهای بین المللی تهیه کنیم و تو اون مسیر قدم بذاریم. هلوش سال 1360 مثلا 4-5 یا بیشتر کمتر، زیاد دقیق خاطرم نیست، ما اولین سفرمون به اروپا آغاز کردیم و اولین سفرمون که او زمان یک کامیون امریکایی انترناش داشتیم شروع کردیم. با اولین سفرمون به استانبول آغاز شد، استانبول ترکیه، و ادامه پیدا کرد سالهای سال. توی سالها در واقع تا سال 1385 این کار ادامه پیدا کرد. توی سالها بیش از تقریبا 40 کشور رفتیم از نزدیک دیدیم، کشورهای اروپایی، روسیه و اقصا نقاط جاهایی که مثلا حالا شرکت ها اونجا حمل بار داشتن به مقاصد اروپایی، از مبدأهای اروپا به ایران. ایتالیا، آلمان، چکسلواکی، مجار، روسیه، اوکراین، لهستان، بلغارستان، ترکیه و حالا زیاد حضور ذهن نداریم تا فنلاند، تا قسمت‌های شهرهای زیادی از روسیه اون زمان که بعد از آزادسازی اتفاق افتاده بود. اینا رو رفتیم از نزدیک دیدیم، مردم رو دیدیم و نوع کارشان، نوع برخوردشان، رفتارشان، شهرهاشون که اون چه مسلمه در اون زمان چیزایی که برای ما خیلی جلب توجه میکرد، اون تمیزی، قوانین، همه چی سر جای خودش. خب فضای اروپایی، فضای مدیترانه‌ای، اون سرسبزیش خیلی برای ما جذاب بود و خیلی چیزای دیگه که تفاوت بسیار بسیار فاحش و عمده‌ای داشت با محل زندگی ما. حالا بعد از این رسیدیم به این نقطه‌ای که مسائل زندگی شخصی و ازدواج و حضور فرزند از یک طرف، تنهایی خانواده، چون سفرهای اروپایی هم میانگینش حدود 20 روز 25 روز به بالا بود، یک مقدار آرام آرام داشت یک مشکلاتی ایجاد میکرد. حالا این مسائل برام زیاد پیچیدگی نداشت چون خانواده هم قبول داشتن ما چی کاریم، خودم کاملا از این مدل زندگی راضی بودم.
منتهای مراتب اتفاقی که رقم خورد از سالهای 85 که از قبلش هم شروع شده بود، مسائل اداری این کار خیلی دیگه آرام آرام دست پاگیر شد، طوری که از حالت او عاشق و معشوق داشت خارج میشد. یعنی بیشتر درگیر مسائل جانبی بودیم تا خود اون مسئله. یه جورایی هم ذهن ما رفت به سمتی که باید در واقع 20 سال که شما یک کاری رو انجام دادی، در واقع برسی به یک نقطه جمع‌بندی و یک نتیجه مطلوبی از کار بگیرید. همه کار که امرار معاش نیست، همه کار درسته یک کار محسوب میشه، یک شغل محسوب میشه. خب آنچه مثلا هر کسی یک شغلی داره دیگه، اگه طلبش یک شغل فقط صرفا به عنوان یک شغل بهش نگاه کرد و امرار معاش کرد که خیلی بی‌معنی میشه. اینجا بود که این لحظات تنهایی من، دوری من، دیدن کشورهای مختلف، انسانهای مختلف، رفتارها و فرهنگ‌های مختلف باید یه جمع‌بندی میشد و یک از توش چیزی در میومد که برای ما در واقع اصاره او کار برای ما یک نتیجه مطلوبی می داشت. اگه تا ته کار به همیشه ادامه میدادم احساس پوچی بهم دست میداد. و اینجا بود که اتفاقی که رقم خورد همین مسائل جانبی کار که مدارکی رو میخواستن منم مثلا حوصله که پی یه جور چیزا برم نداشتم و او اذیت‌های تو جاده ها از طریق حالا پاسگاه‌ها، پلیس را یا هر چیز دیگه، اینا همه باعث شد که ما بریم به سمت علایق باز بچگی، دوران طفولیت که یکشون نقاشی بود که خیلی برام جذاب بود.